سلام رفقای گل، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. تو ویدیوی امروز مستر بیست به بازنده های سریال بیست گیمز یه شانس مجدد میده که بیان دوباره توی مسابقه شرکت کنن و بتونن خودشونو به رستگاری برسونن. ولی خب اصلا بهشون آسون نمیگیره و هر یک دقیقه قراره یه نفر حذف بشه. بریم با هم این ویدیو رو با دوبله فارسی ببینیم. هر یک دقیقه که بگذره یکی از این 20 بازیکن حذف میشن و $500,000 رو از دست میدن. زمان شما رو شروع کن. باید چیکار کنیم؟ همینطوری اینجا وایسیم؟ هر 60 ثانیه یه نفر حذف میشه. تنها اطلاعاتی که بهشون دادیم روی تبلتیه که جلوی روشونه. ببینیم داستانو میفهمن یا نه. نوشته به یه نفر رای بدیم. میخوایم به کی رای بدیم؟ به یکی رای بدیم بمونه یا بره؟ من نمیدونم. حالا به کی رای بدیم؟ من که تو شوکم. شماره همه این رو هست. 10 ثانیه تا اولین حذف. ای وای. آجی اینجا چه خبره؟ این دیگه چه مدلشه؟ چرا هیچ توضیحی نداده؟ خدا بخیر کنه. 3 2 1. از اونجایی که نتونستید برای حذف یه نفر به توافق برسید، ما یه نفر رو به صورت شانسی حذف میکنیم. وای شوخیت گرفته. امیدوارم دور بعدی بتونید بهتر با هم کار کنید. دارم سکته میکنم. اوه، خیلی بده انقدر بد شانس باشی که نفر اول حذف بشی. واقعا بدترین حس دنیاست. دارم سکته میکنم. وای خدای من. بای بای. سر استرسی هر شده. دقیقه که بگذره یه نفر از شما حذف میشه. زمانتون شروع شد. توی این ویدیو زمان دوستتون نیست. یه فشار دائمی روتونه و باید در عرض چند ثانیه تصمیمی بگیرید که به برنده شدن یا حذف شدنتون منجر میشه. اگه به اشکی رای ندیم همینطوری شانسی حذف میشیم. آره حداقل نصفمون باید رو حذف یه نفر توافق کنیم. ببینیم این دفعه به توافق میرسن یا نه. نکته مشترکی که تمام این بازیکن‌ها دارن اینه که اونا شرکت کننده ی حذف شده در سریال 10 قسمتی پربازدید من 20 گیمز بودن. نمیخوام دوباره از این سکو بیافتم پایین. بعضیاشون حتی بازیکنای دیگر رو حذف کردن تا خودشون پول ببرن. باید به اونایی رای بدیم که تو 20 گیمز یه پولی در آوردن، یعنی شماره 17 12 و 2. این 3 تا بودن. باشه. به نظرم اونایی که رشوه گرفتن الان حقشونه اینجا حذف بشن. بعضیا تا حالا نیافتادن. از ترس اینکه مبادا به صورت شانسی حذف بشن، همه رای بدن. بازیکن‌ها با هم تیم شدن تا شرایط رو کنترل کنن. 17 شماره 17. آره 17 به 17 رای میدم. و این تازه اولین از 7 چالش اجتماعیه که این بازیکن‌ها قراره تو شرایطش قرار بگیرن. نمیدونم چرا این کارو چالش هایی کردم. که توش زمان بزرگترین دشمنشونه. وای خدا. 4 دارم دیوونه میشم. 3 2 1. خیلی خوب. ببینیم به توافق رسید کنید یا نه. شماره 17 بیشتر از نصف رأیا رو آورد. فقط میخواستیم سقوط رو تجربه کنه. $1,000
از همه بلوک ها استفاده کنید. در واقع حتی مجبور نیستید بلوک ها رو بچینید، ولی اگه بعد از پایان 1 دقیقه برج هیچ کس نیفته، بازیکنی که بیشترین تعداد بلوک رو چیده قدرت اینو خواهد داشت که انتخاب کنه کدوم یکی از بازیکن‌ها حذف بشن. همگی دستا بالا. بذار مطمئن شیم همه همزمان شروع میکنن. زمان شمار شروع شد. اونایی که تو مسابقات 20 گیمز این چالش رو باخته بودن، از زندگی متنفرم. حواسشون بود که زیادی جاه طلب نشن، به امید اینکه متحداشون بتونن از این چالش ردشون کنن. به برجش دستم نزده. اما شماره 1 که متحدی نداره و همه اطرافیانش هم حذف شدن، بهترین شانسش اینه که خودش افسار کارو به دست بگیره. چقدر بلوک رو هم چیده. 5 ثانیه دیگه. 3 2 1 دستا بالا. نه. اوه عزیزم. نیازی به رای گیری نیست. برج یه نفر افتاد. فکر کنم ترسیدی که اگه نتونی بسازی از بازی بندازنت بیرون، درسته؟ آره درسته. دیدم همه دارن نقشه میکشن، منم خودمو کشیدم کنار. من میخواستم نجاتت بدم. چرت میگی، با هم حرف پس زدیم. یعنی داره دروغ میگه؟ هر دومون حرف زدیم، اکثرمون توافق کردیم که بعد شماره 1 رو حذف به کنیم. نظر میاد شماره 11 نظرش این نیست. ما تلفن حرف زدیم، شاید مزاحم تلفنی بوده. آره مزاحم تلفنی بوده. قصه هاشون با هم در نمیاد. خدا به دادتون برسه، از این به بعد قراره به جون هم بیفتیم. خوب مثلا بزرگی میکنن و کسی رو با خودشون نمیبرن. یعنی از بین همه این کسایی که فرصت داشتن که یه نفر با خودشون ببرن، فقط یه پسره بود که تصمیم به انتقام گرفت. همه بزرگوار و بخشنده. خدا به دادتون برسه، از این به بعد قراره به جون هم بیفتیم. بچه‌ها نمیدونم در جریان باشید یا نه، ولی خانم شماره 1 بار داره. بله بندازینش. نه شوخی کردم، قلبت افتاد داره. آره. با توجه به شرایطش گذاشتیم از در بره بیرون. خدافظ. اما واسه بقیه نوبت دور بعدی بود. شروع کن زمان شما رو. شماره 19 از همه جلوتره، ولی سوال اینه که آیا مثل سری قبلی
قول میدم. 3 2 1 زمان تموم شد. اوه انگار این دوستمون میخواست بزنه. واقعا میخواستی دکمه رو بزنی؟ ولی بهش فکر کردی. آره احتمالاً میزدم. اگه دکمه رو زده بودی از کی حمایت میکردی؟ حس میکنم باید میزدم. متاسفانه هیچکس حاضر نشد که خودش رو حذف کنه. بریم 2 نفر رو شانسی حذف کنیم. 2 نفر تصادفی حذف بشن.